الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. صدق الله العظیم. خدمت اساتید محترم و شما دانش آموزای عزیز دارالایتام جعفر طیار رضی الله عنه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال را بی نهایت سپاسگزار هستیم و تشکر میکنیم که بعد از یک مدت توفیق عنایت فرمود که در سلسله درس‌های تربیتی پنجشنبه ها کنار هم هستیم. موضوعی که امروز در موردش صحبت خواهد کردیم در مورد بعضی از اخلاقیات اجتماعی هست. هر انسان دوست داره که در میان مردم، در میان رفقا، در میان خانواده، در میان اجتماع، در میان جمعی از مردم از جمله بهترین ها باشه. شما دوست دارین که باید بهترین باشین، خوب باشین، نه؟ هر کسی دوست داره که باید خوب باشه و عادتا بری است که آدمای خوب دوست داشتنی می باشن. متوجه ما باشه، عادت برمی است که آدمای خوب چه می باشه؟ چه می باشه؟ دوست داشتنی می باشه. در خانه اگر خوب باشه اعضای خانواده دوستت داره، در صنف اگر خوب باشه صنفیا دوستت داره، در اجتماع اگر خوب باشه مردمی که در اجتماع در کنار زندگی میکنه، همسایه هایی که در کنار خانه ایتان هست، اونا شما را دوست می داشته باشه. آدم خوب را کس بد نمی پنداره الا اگر خودش بد سرشت و بد فطرت باشه یا بد نگر باشه. فهمیده شد؟ وقتی که ما می خواهیم خوب باشیم و در میان جامعه از جمله بهترین ها باشیم، چی کار کنیم؟ در آخر جوایز داده میشه بخیر به ما شما. از این درس هم سوال میشه، یک چند سوال دیگه هم داریم بخیر که باز هر کس جواب داد خانه ایش آباد. اگر هر کس جواب نداد خانه ایش پر گندم. صحیح؟ خانه ایش چی؟ پر گندم. ما در میان جامعه که زندگی میکنیم بیشتر تلاش ما بری است که برای مردم گپای خوب بگوییم. شما بعضی اوقات ویدیو ثبت میکنن، نه؟ ویدیو ثبت میکنن، ویدیوهای تمثیلی و جمله و بعضی گپا نه ثبت میکنین یا نه؟ بس خیلی تلاشتان بری است که گپای خوب بزنین، ادبیات خیلی خوب استفاده بکنین، از جملات و کلمات خوب به کار بگیرین. همونطور است نه؟ تو عادی خود گپ نمیزنین. وقت ما تلاش ما بری است که ما اینقدر گپای خوب بزنیم، گپای مفید بزنیم، مثل که دستورات قرآنی است که وقولوا للناس حسنا قولا میسورا قولا سدیدا، نه؟ یا قولا لینا. عمیق است که در تلاش گپای خوب هستیم، بری تلاش بکنیم که یک اخلاق نیکوی انسانی را در میان اجتماع و خانواده و صنف و در میان مردم یا در هر موقعیتی که ما زندگی میکنیم از خود به نمایش بگذاریم. زبان حرف میزنه، زبان گپ میزنه، دهن گپ میزنه، نه؟ ولی اخلاق شما قویتر از زبان است برای نمایش اخلاق انسانی خودتان. با خاطر از اینکه زبان میشه دروغ بگویه، زبان میشه غلط بگویه، اما تو که در میان یک اجتماع من حیث یک انسان مسلمان خوش اخلاق متقی پرهیزگار صادق با عفت پاک دامن در میان اجتماع ظاهر میشی، در حقیقت
تو به مو صفات انسانی مسلمانی که باید در یک مسلمان باشه در او خود را آراسته کردی. حالی یک نفر وقت شما میبینید که یک جای توصیفش میشه میگه فلانه خوب آدم است، میفهمین از چه خاطر است؟ به خاطر از اینکه اخلاق انسانی خوب را در اجتماع از خود به نمایش گذاشته، از او خاطر خوب آدم شده. اینطوری که در پیشانیش خوب نوشته باشه، سر جمپر زمستانیش خوب نوشته باشه، از دور در سرش یک لوحه و یک بیرق باشه نوشته باشه انسان خوب. نه، اخلاق انسانی خوب از خود به نمایش میگذاره، از او خاطر خوب است. از امو خاطر در میان مردم محبوبم است، هم در میان مردم محبوب و هم در پیشگاه الله متعال یک انسان عزتمند است. اخلاقیات اجتماعی، نزاکت‌های اجتماعی یا فرهنگ‌هایی که ما در اجتماع باید رعایت بکنیم خیلی موارد است، بی نهایت زیاد است. ولی من چند مورد رو ذکر میکنم که ما برنامه بعدی ما شما پرسش و پاسخ یا سوال و جواب است. اول چیزی که در اخلاقیات ما باید رعایت بکنیم که از جمله مهمترین ویژگی های اخلاقی یک مسلمان است، همه ما مخاطب هستم از خودم گرفته پس تا هر کسی که صدای مرا میشنوه، پندپذیری. پندپذیری چی رو گفته میشه؟ من یک گلاس چای بخورم شما تا وقت را جوابش برای ما بگوین. بگوین یک نفر شما میان شما پرسان میکن. پندپذیری کسی یاد داره؟ نصیحت شنوی. نصیحت شنوی چی رو گفته میشه؟ بگوین یک نفر. یا سکوت کردین؟ موبایل بعضی اوقات آدم در سکوت میزنه، نه؟ سکوت که با صدایش نبرایه. نصیحت شنوی رو شما نمیفهمید که نصیحت شنوی چی رو گفته میشه؟ نام چیست؟ نمیفهمید تو که نصیحت شنوی چی رو میگه؟ چی رو گفته میشه؟ خیلی نمیره میگه. پندپذیری معنای چی است؟ که هر کسی که براتون گپای خوب میزد، شما را به راه خوب تشویق میکرد، شما را به راه رشد توصیه میکرد، شما را به راه خوبی و خیرخواهی و امر به معروف میکرد و از کارهای بد شما را دور میکرد، گپش را دقیق گوش بگیره. این از بهترین اخلاقیات است. از بهترین چی است؟ اخلاقیات. طرفی اون نفر متوجه نباشن که می کسی که پند به من میگه، امی کسی که به من نصیحت میگه، امی کسی که مرا خیرخواهی تشویق میکنه یکی است. گپایش گوش بگیرین. چیش گوش بگیرین؟ حتی اگر می انسان دشمنتان باشه، به خاطر اینکه شما به رشد برسین و به یک جایگاه ویژگی خاص انسانی شما نائل بین یا برسین در اون موقع، گپ خوبی هر کس را بشنوید. به خاطر چی؟ به فایده خودت است، به نفع خودت است، به خیر خودت است. و از او کرده انسان خیرخواه تو پیدا هم کرده نمیتونه کسی تو رو نقد بکنه، کسی تو رو بگه این کار اشتباه کرده. ما خود در جستجوی آدمایی هستیم که ما رو همیشه تشویق بکنه. به به چی قواری، چی علمیتی، چی دانایی، چی فهمیدگی. در این میتو موقعیتی که ما رو مردم توصیف میکنه دیگه سکوت کردیم گوش میگیریم که واقعا چی یک شخصیتی بودیم ما. والا بیخی نمیگم که من تو نیستم، نه دیگه من یک دو کلمه والا کم گفتم، یک کم زیاد میگفتم. من دیگه صفاتم تو خبر نداری. روزای دوشنبه من روزه میگیرم، روزای پنجشنبه من از خیلی روزه گرفتن بیخی تو نزدیک است که از لاغری وزن خود از دست بدم. واسه صفات من تو خبر نداری. ولی این نفر اگر نقد کنی، اگر یک اشتباهش بگویی، 1100 دلیل برات میگه تا امی اشتباهی که برش گفته که این کارت اشتباه است تا این اشتباه را سر خود دور کنه و یک دلیل حتما میگه برات. این را آدم پندپذیر گفته نمیشه. درست است که شاید بعضی اوقات نقد یک آدم اشتباه باشه، انتقاد یک آدم اشتباه باشه، یک گپی که در حق تو کس میگه شاید اشتباه باشه، ولی آدم خوب از هر باغ زیبایی یک گل بر خود میچینه. هدف گپ می است از هر آدم خوب یک نصیحت خوب ازش میگیره. این آدم پندپذیر گفته میشه. دلیل نگویم امرای کسی که گپ تو رو که قبول کرده. حتی چند ساله هستی تو؟ چند ساله هستی؟ چند ساله هستی تو؟ 8 ساله؟ 9 ساله؟
اینمی تفلک 9 ساله است. قارسم نام خودت چند سال است؟ اون نفر اخیر او 15 ساله است. تقریبا 1.5 اندازه اینمی نفرک امی تفلک امی دانش آموز او سن داره. اگر کدام وقت اینمی تفلک به اونمو یک پند را میگه، او باید نگویه که تو را بیبی، قواریت بیبی، نصیحتت بیبی. ما از خودت کده کلان هستم. ما از خودت کده 1 2 3 4 5 سپاره زیاد حفظ کردیم. ما از خودت کده بعد از اینکه ما شما بخیر در ورزش میریم، در اوجا فوتبال میکنیم، از تو کده دوش ما قوی است. نصیحتت ما کجا بشنو؟ نه، آدم خوبی است که گپای خوب را حتی اگر از دشمنم باشه میشنوه، در خیر خود استفاده میکنه. ایره انسانهای عاقل میفهمه. انسانهایی که میفهمه؟ عاقل. غیر عاقل که باشه، بیخرد که باشه، کم به ادبیات ساده براتون میگم که بی عقل باشه، میگه گم کو بابا گپ کره بشنو. تو چی باشه و گپت؟ از همون خاطر است که نمی آدم 4 عیب شرعی ازش شروع میشه. 4 عیب شرعی رو میفهمید؟ سر از ابتدای مویش گرفته تا 60 پایش اشتباه. چون نصیحت کسی قبول نمیکنه. نصیحت استاد قبول نمیکنه، نصیحت مدیر قبول نمیکنه، نصیحت رفیق قبول نمیکنه، نصیحت سنفیر قبول نمیکنه، نصیحت مادر قبول نمیکنه، نصیحت برادر کلان قبول نمیکنه، نصیحت همسایه را امام مسجد گوش نمیکنه. به خاطر از همون خاطر گوش نمیته، پند کس را قبول نمیکنه، نصیحت کس را قبول نمیکنه. از همون خاطر در میان مردم یک آدم بد معرفی میشه. فهمیده شد؟ این اولین ویژگی اخلاقی اجتماعی یک انسان خوب است. از یادتون نره که سوال میکنم. دوم، در مورد کلمه دوم که من حرف میزنم، در این مورد ما چندین جلسه گپ زدیم. ادب. من شاید آدم با ادب باشم یا نباشم، ولی از آدمای بی ادب سخت بدم میاد. خدا نکنه آدم از هر چیزی بهره‌مند باشه، هر چیز را داشته باشه، از هر چیز یک حصه بر خود گرفته باشه، ولی از ادب محروم باشه. با یادتان باشه کل علم دنیا که به شما جمع شوه، کل مال دنیا که در کنار شما قرار بگیره، بهترین دوستا در حول شما باشه، در میان مردم از شهرت خیلی عالی بهره‌مند باشین، ادب نباشه، این انسان فقیرترین فرد زمان خودش است، به جای هم نمیرسه. اون شاعرم میگه، مفهومش است، میگه ادب محروم من از فضل رب. کسی که بی ادب باشه و از خیلی چیزا محروم میشه. چرا؟ بی ادب در مقابل استاد اگر بی ادبی کرد، استاد به خوشی قلب برش علم انتقال نمیکنه، میگه بی ادب هستی، سرش توجه نمیکنه. در خانواده اگر ما بی ادب باشیم، برادر به ما توجه نمیکنه، مادر به ما توجه نمیکنه. در میان اجتماع اگر ما تو یک انسان بی ادب معروف شویم، معرفی شویم، این انسان بی ادب در میان اجتماع جایگاه نداره، در قلب مردم جای نداره. یعنی مراعات بعضی از ظرافت و ظرافت ها در گفتار و رفتار، این ادب ها رو باید رعایت کنیم. هر چیز از خود یک فرهنگ داره، هر چیز از خود یک سیستم داره، یک نزاکت داره که ما باید رعایت بکنیم. ولی ما عادت ما بری از سر هر چیز خنده میکنیم. کلاه یک نفر یک کم کش دیدیم خنده میکنیم سرش. جراب کسی یک جای پارگی داشت یا چیر داشت، چیر میگن، پارگی میگن، نه، سرش خنده میکنیم. این کجایش خنده داره؟ یعنی گاهن ما اینقدر بی فرهنگ و بی ادب میشیم که خاص روی عیوب مردم تمرکز کرده خنده کرده میریم. یعنی علم ما به ما اینقدر مفید واقع نمیشه که ما از عیب یک انسان چشم خود بپوشیم. مگر من چشم دارم، تو هم چشم داری. این چشم پرده داره. چشم چی داره؟ یک خوب پرده ای که دکترها میفهمن، اون پرده رو میگم، اون رو نمیگم. اینی که چشما رو بسته میکنی، گاهن از عیوب مردم چشمای خود را بسته کو. اینمی ادب است، اینمی فرهنگ است.
عادت ما بری است. گاهن ما در این تو یک مرض بی فرهنگی مبتلا میشیم. چند ماه بعد یک نفر دیدیم به جای از اینکه او رو تشویق کنیم یک گپ مثبت بزنیم، چرا تو لاغر شدی؟ خود چی کرده؟ چی کرده که لاغر شد؟ او بیچاره سر خود زحمت کشیده، تلاش کرده، ورزش کرده، ویتامین و مشون پروتئین و چیزا استفاده کرده، بعد از دیگه وظیفه نداره. ما عادت ما برای هستیم نقطه ضعیف را در مردم میبینیم، قوت بخی فراموش ما میشه. چقدر لاغر شدی؟ این رنگت چرا تغییر کرده؟ ولی خبر شدم که معاشت کم شده. چرا؟ چی شد؟ خیرت باشه. چی کنه؟ میبینیم با ما چی ربط داره؟ با فرهنگ باشیم. این چی گفته میشه؟ آدم با فرهنگ گفته میشه. دی جوانی موهای سفید شده، خیرت باشه. چی مشکل داره؟ خاله اینمی لحظه من اگر که شما جوان میگین یا پیر میگین یا به هر سن میگن من موهای سفید شده، دیگه ویژگی ندیده که در این موهای من موهای سیاه هم هست. بیشتر موهای من سیاه است که نمی لحظه یکتون موهای سفیدی مرا نمیبینین، جز خودم اگر در پیش روی آینه استاد شوم، الا یک انسان منفی که در پهلوی استاد باشه ولی موهای سفید شده. رفیق، رفاقت نیست، این جان زدن است، در جان مردم زده روان است، مردم آسیب رسانده روان است. ولی چی خوب موی یکا داشته سرتون اکل کرد. و ادبیات ساده براتون میگم، والا خیلی بد معلوم میشه. این از ادب نیست، این از فرهنگ نیست. اهل علم ایتو نمی باشه. فهمیده شد؟ یعنی تقوا رو ما همیشه براتون معرفی کردیم، همیشه استادا براتون گفته این دو رکعت نماز خوندن چه خوب استاد هستم در نماز الله اکبر یک رقم متواضع و فروتند فکر میکنی که نمی لحظه سری دو العیاذ بالله وحی نازل میشه. حالا زموجه که برآمد یک نفر میگه حالا کرتیت سیکو قواریت سیکو. این از جمله فرهنگ است که وقتی در سرک و بازار با کس روبرو شدیم، در یک موتر با کس نشستیم، در یک جای رفیق ما، یک جای امرای ما میرفت، در تلفن با صدای بلند حرف نزنیم. موتر جای این نیست که ما با صدای بلند گپ بزنیم. در اوج مردم سکوت رعایت میکنن. از تو گپ زدن خوشت میاد، خیلی مردم سکوت خوشش میاد. خیلی مردم مشکل داره، ما تو خنده و قهقه کرده روان است. کار خوب نیست. این فرهنگ گفته نمیشه. این آدم با فرهنگ نیست. این هم از فرهنگ است. جوانکا را میگم یا جوانا را میگم، اگر کدام جای با یک طفل بازی میکردن خیر است اگر او برنده شد. شما آدم با فرهنگ هستین، ولی ما فرهنگ این تلقی میکنیم که دمی میدان باید ما برنده شم. نه بگذار که پشت تو به زمین بخوره، برنده تو هستی. نمی گپای ما را عمیق بشنوین. شاید الفاظ ساده باشه ولی گپا خیلی عمیق بریم خود ما البته مهم جلو میکنه. در پهلوی کسی که نشستیم در حالت موبایل کار کردن بود، با چشمای کنج چشم نبینیم. این آدم با فرهنگ گفته نمیشه. این آدم بی فرهنگ است. یک جای اگر دیدین که دو نفر با هم آهسته گپ میزد، گوشتون دیگه هم نزدیک نکنین که باش چی میگه. گوشت دور کو بگو باش گپای خود را براحتی بزنه. این را فرهنگ گفته میشه. این را اخلاق انسانی و ادب و فهمیدن نزاکت های اجتماعی گفته میشه. خبر دارین کل دین اینمی گپا است. همین دین به می خاطر آمده که روابط ما را، انسانیت ما را، ادب ما را در برابر یکی دیگه حفظ کرده باشه. ورنه خدا به عبادت تو انسان و ما انسان نیاز نداره. او یک رابطه مخفی خودت است با خدا که نماز میخوانی، رابطه شخصی خودت است با خدا که نماز میخوانی. یا قبول خواد کرد یا نخواد کرد، خودش الله الصمد است، اختیار داره، هر چی که خواست امو تو میکنه. ولی تو بی دنیا در روز قیامت ازت پرسان میشه که فلانه را چرا دشنام دادی، فلانه را چرا دلزده کردی. این از فرهنگ است. اگر کدام جای کسی ازتان سپاسگزاری کرد،
شما هم ازش سپاسگزاری کنن. این از خوبی است. متوجه باشن اگر کسی کدام روز همراهتان یک همکاری کرد ازش تشکری بکنن. ما برای ما کس خوبی میکنه والا چی هدف خود داشت؟ چی هدف خود داشت؟ برادر اینمی لحظه ای که خودت هستی و او است و یک دو سه نفر ما حول است، امی لحظه خوبی کرده، امی لحظه با تو بدی کرده، امی لحظه ای که تو با او روبرو هستی، خب امی لحظه در حال خوبی است، امی لحظه ایش خود تشکری کن. بجای از اینکه نقدش بکنیم، بجای از اینکه بکوبیمش، بجای از این یک نفر آمد در مسجد داخل میشد، بجای از اینکه تو داخل شوی، تو پیش شوی، تو رو پیش کرد، گفت تو پیش شو به خاطر احترام تو، بگو تشکر. این از ادب است. این از یک فرهنگ اجتماع اسلامی و یک مرکز اسلامی و یک دانشگاه اسلامی و یک مدرسه اسلامی هست. گپ میفهمیم؟ گپای ما فهمیده میشه؟ یا می تو قلقله کرده روان است و گفته عده‌ای از مادرها. فهمیده میشه گپای ما؟ خوش شکر. و این از ادب است که اگر کدام جای کسی گپ میزد در میان گپایش نپریم، بگذار که او گپ خود تمام کنه. یک کسی گپ میزد، از اخلاق است، از ادب است، از فهمیدن نزاکت های اجتماعی هست که ما چی کنیم؟ بگذارن که او گپ خود بزنه. ما چی عادت داریم؟ تو یک دفعه صبر کنه گپ ممانده، لا حول ولا قوت الا بالله. ایره خب بگذار که اول او گپ خود بزنه. یک دفعه صبر، تو بخی آدم نیستی، چرا گپ آدمو نمیفهمی؟ لا حول ولا قوت الا بالله. خیلی خوب بودن در کجا معنا پیدا میکنه؟ تو وقت با خود هستی سکوت میکنی؟ با خودت خود سکوت معنا نداره. در میان اجتماع سکوت کو. در میان مردمی که هستم، در میان صنفیایی که هستم، یک کسی سوال میپرسه، استاد اجازه است؟ صبر کن. نه، یک دقیقه صبر، اونو گپ میزنه. این فرهنگ است. این مرکز با همین دیزاین و دیکوری که برای شما جور شده، استادا زحمت میکشه، تلاش میکنن در گرمی و سردی و یخی و باد و باران و این کلش به می خاطر است که اینی گپا رو ما یاد بگیریم. نماز کلش یاد داره. حفظ قرآن میفهمین، حفظ کردن حفظ خیلی آسان است. لحظه نشستم 3-4 رکعت عاجل که تام چاش حفظ میشه. نمیشه. گپ ما این است که اینی مسائل ما رعایت کرده باشیم که دین، کل دین اینمی ادب است که ما به ادب آشنایی حاصل بکنیم. حتی ایم از ادب است، سعی کنن ایم از فرهنگ است که بفهمین که می تناسب رنگا در لباس پوشیدن چه قسم می باشه. گپ خیلی ساده است ولی هم از نظم و انضباط است. تناسب رنگ ها در فرهنگ لباس پوشیدن چی است؟ حالا من اینجا پتوی مرا داده بود در وجود خانه، یک پتوی دیگر رنگ بود، ماشم چی رنگ بود رنگا رو مزیات نمیفهم، سرمه‌ای بود. باز من اینی رو پوشیدم اون رو نگرفتم به خاطر اینکه یک کم تناسب با اینی لباس ما داره. تا حد اینمی چیزا رو رعایت بکنیم. این از انضباط خود تو مسلمان از گپ عادی نیست. نفر از مسجد برآمده، پاچه‌اش در داخل جرابش داخل شده، از مسجد تو طرف قدم زدن. او دیوانه پاچه‌ای ته جور کو یک دفعه. مردم سرت خنده میکنه. او آدم با فرهنگ. نفر برآمده اینی پتو چیزی پتو باشه، پتو یک دفعه بکشم عجب زمستان است. خب این پتو دیگه سر میشانه بینی انداز انداختگی است. این چی رقم فرهنگ است؟ این چی معنا؟ این گپای ساده نیست. یعنی میره می لحظه این معنای زیر خود من نفهمیدم. این شانه ای ما را گرم میکنه. این کدام لوگو است برای ما، برای شناخت ما؟ خوبی فرهنگی است. حالا اگر پوشیدنش یاد ندارم خیلی جایسته، اینجا میمونیم سر زانوهای خود میانیم که حداقل ما را گرم بکنه. ما میره نمیکنیم رعایت. یک آدم پخپلو میگن چی میگن؟ یک آدم گدود بی نظمی بی برنامه. باز ما از کجا برآمدیم؟ از کدام کادان؟ از کدام طویله خدای نکرده کجا ما گوار رو تنظیم میکردیم؟ از اینجا خود برآمدیم. از یک جای برآمدیم کجا سراسر ادب درس داده میشد. خیر است رو رعایت کنیم. در اینجا مردم برای نماز میاد، در اینی مسجد میگه الله اکبر، میگه اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار ما رو به راه راست هدایت کو، راه مستقیم برای ما نشان بده. او در بوتایشان گدوت گذاشتگی.
مستقیم چی است؟ اینی گپای ظریف اندک است، ولی خیلی گپای مهم است. این چیزا رو رعایت کنه. نظم لباس خود را، نظم کالای خود را، نظم رفتن خود را، نظم آمدن خود را. این ربط به این نداره که باش من منظم معلوم شد. دین امی تو میگه. چه گفتم؟ شما خود گفتن در کجای دین گفته؟ یک کسی دلیل پرسان کنه. من از تو سوال میکنم. در مسجد که استاده میشه در نماز نه، در نماز جماعت، چرا مولا امام میگه صفایتان را چی میگه؟ منظم کنه. چرا میگه؟ مگرم نماز در پشت صف قبول نمیشه؟ نماز در تحکوی قبول نمیشه؟ خدای نکرده ایجا خدا ما را نمیبینه؟ نظم مهم است. ورنه اونمو الحمدلله رب العالمین تم دم صف اولم شنیده میشه، در کنج مسجدم شنیده میشه. این نظم است. مگرم شما در وضو نشنیدین میگه وضو که میگرفتن اول رویتان بپوشین، باز اول دست راست باز دست چپ. چرا اول دست چپ باز دست راست؟ این نظم است. این انضباط است. این فرهنگ است. دین به موتیات میته. چرا در سنت پیامبر میگه که نان میخورن باید 3 انگشت نان بخورن؟ چند انگشت است؟ نگفته که اینی تو کلی پشک وردارینش که دیگه بینی و دهن و کومه و رخسار کل که دیگه پر شروع شده باشه. این نظم است. این انضباط است. در قرآن شما حافظه قرآن کریم هستن گفته و ضد من صوتک. چی گفته؟ صوتت پایین بیار. در میان مردم که گپ لا حول ولا قوه. صبر کن. آرام. و آدم با فرهنگ. شما تو بین در انتظار خانه های مریضا سی کنه، در انتظارهای نانوایی سی کنه، در اجتماعات در میان مردم در بازار سی کنن. به آدم با فرهنگ پیدا کنن در زربین. هر چی کوشش کنید نمیشه. پاک ستره است. زیر زربین نمول از پاک معلوم میشه. چیز معلوم نمیشه. که یک آدم با فرهنگ پیدا کنه. به استثنای شما خوبا، شما کلتون آدمای با فرهنگ هستید. این هم از فرهنگ است. اگر کدام وقت عطر زدیم، خواه عطر این تو عطر رو نزنیم که این نفر دیگه نیاز به پرستامول داشته باشه، این تو سر دردش کنه. و عطر خوش تو میایه، از کسی دیگه خوشش نمیایه. دیوانه عطر سر خورده، ایق عطر زده که این زیر قل خود را، این سر شانه خود را، این بغلای ریش و بروت خود را و پاهای خود را، دیگه چیزی نمه. اون جراب خودم عطر میزنه. این صادقانه براتون میخنده نکنه. این گپای حقیقی است، راست است. از توی عطر خوشت میاد، از دیگه مردمی رو خوش نداره. به اندازه میگه آخونزاده، به اندازه. هر چیز به مو اندازهش، به مو سیستمش، به مو نظمش، به مو انضباطش. این از دین است. گپا رو میگم. خواهی گپای این است که شما خنده کنه. و این هم از فرهنگ است. اگر کسی به شما خوبی کرد، با خود نگوین که سلام گرگ به طمع نیست. حالا به من سلام داد کدام گپ خود، او انسانیت کرد که به تو سلام داد. او سنت پیامبر را بجا کرد صلی الله علیه و سلم. بگوین وی را بجا کرد. تو نگو والا از ما ترسید. در قرآن نخواندیم که ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا؟ نخواندیم؟ در جزء چندم است؟ حافظای محترم ارزشمند چند است؟ 5. میگه ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا. میگه که کس به تو سلام انداخت نگو که تو مؤمن نیستی، ولی از ما ترسیدی. در مورد یک صحابی نازل شده ای آیه. ما خب به ما کس سلام میته، والا در ما ضرورت خود داشت. ضرورت نداره، انسانیتش نمی کار کرد. از روی انسانیت خود. کسی اگر انتقام نگرفت در یک اشتباهی، به این معنی نیست که او زور نداره. او خیلی زور داره، انتقام نمیگیره. او خیلی گپ زدن یاد داره، خطور چیز نمیگه. این از فرهنگ است.
از ادب است، از نزاکت های اجتماعی هست. اگر کدام قند را از داخل یک قندانی گرفتیم، گپای خیلی ساده ساده ولی عمیق عمیق، او رو خب میگیریم میتو میکنیم، نه میخوریم یک کمش دیگهش پس به قندانی میاندازیم، نه دیگهش پس به قندانی نگذاریم. و دهن خودت برای خودت خوشایند است، برای کسی دیگر نیست. خرما را از داخل یک قندانی یا یک جایی که خرمادانی هست از او گرفتیم خوردیم، خسته ایش پس در داخل او نگذاریم. این از فرهنگ است. رعایت میکنه میگه پارا خانه ایتان آباد. صحیح کنه. این هم از فرهنگ است که همیشه از مردم در حال گلایه نباشیم که از مردم همیشه گلایه کنیم. مردم اوصافی هم داره که باید توصیفشون کنیم. و این هم از فرهنگ است که اگر کدام روز در یک موتر لوکستر سوار شدیم، گپ گرفتین؟ اگر پس از اوجا پایین شدیم در قدمای خود قدم می رفتیم، رفتار ما در داخل موتر و غیر موتر تغییر نکنه. همون تو آدم باشیم. اگر از این موترهای دغدغو، موترهای دغدغو رو میشناسین؟ این موترهایی که در داخلش طوفان برپا میشه از خاک و گل و گدودی و چیزا، اگر از اوج پایین شدیم یا از موتر لوکس پایین شدیم، در رفتار ما تغییر نه که تو سینه کشیده نباشه که حالا من خودی تو موتر سوار شدم. نه 5 دقیقه بعد در تشنابم میریم. در تشناب 5 دقیقه بعد اون تو اونمو آدم هستی. کدام فضیلت بیشتر از این نداری؟ اگر کدام وقتی از دیگرها که در لباسای خوب پوشیدیم، از دیگرها که در یک نمره آفرینی در نزد استاد زیادتر گرفتیم، ای تو نشو که با سرکس دیگه جمپ نگیریم. دیدی؟ نخورده بودی؟ نگفته بودم؟ یک فضیلت خدا بود که به تو داده. از خدا سپاسگزار باش. برخ مردم نکشی. میگه پاره یه چی است؟ از فرهنگ است. و آخرین ادب یا فرهنگ که من میخواهم بگویم، اگر در جواب کار کسی یا دستور کسی که به شما میداد که این کار را انجام بدیم، نه گفتن ما مؤدبانه باشه. یعنی چی؟ اگر کدام جای ما نمیتونستیم کدام کار را انجام بدیم، نگو که نمیکنمش. نه، خیلی معذرت میخواهم، کاش فرصت میبود من عاجلا این کار را انجام میدادم. این با او گفتن فرق داره. آدم بی فرهنگ چی میگه؟ میگه نه نمیشه. صحیح است؟ ولی آدم با فرهنگ میگه خیلی معذرت میخوام رفیق عزیز، دوست عزیز، من جای روان هستم، اگر کم زودتر رسیدم پسانتر آمدم انجامش دادم، باز انجامش میتونم، فعلا نمیتونم، خیلی ببخشید، خفه نشه. فکرت باش. اینی رو میگن ادب، این رو میگن نزاکت، این رو میگن اخلاق، این رو میگن اسلامیت، این رو میگن مسلمانی. حتی اینمی یک انسان اگر هیچ چیز دیگه نداشته باشه، این چیزا رو داشته باشه، بهترین مسلمان زمان خودش در مجامعه گپا رعایت کنه. دیگه از ادبی که یا اخلاق اجتماعی که ما رعایت بکنیم سکوت است. خدایا جان ما، الله متعال به عمر شما برکت بیندازه. چقدر گپ میزنیم. دیده این بعضی جا یک نفر است مثل که در برابر یک گپ زدن برش معاش داده میشه. اوخ گپ میزنن. عمر رضی الله عنه میگه خیلی اوقات ما از گفته های خود پشیمان شدیم. یک گپ را گفتیم پشیمان شدیم، ولی از سکوت خود ما هیچ وقت پشیمان نشدیم. از گفته ها پشیمان میشیم گاهن. کاش ما استاد خودم تو گپ نمیزنم، بیچاره زحمت میکشه سر ما. کاش ما در برابر مادر خود ای بی ادبی مرتکب نمیشدم. مادرم شب روز به خاطر من تلاش میکنه. کاش که میکارا نمیکردم. و رفیق صنفی ما از ما یک چیز را تقاضا کرد که می از کتابچه ایت یک ورق مرا بده، من ندادمش. کاش میکارا نمیکرد. بس زشت جوابش دادم. کاش که می زشتی را نمیگفتم. یعنی این جایی است که پشیمان شده از چی؟ از گفته هایت، از گپایت، از سکوتت پشیمان نشید تا حالا.
الا یک جایی که خیلی زدی کاش که حرف ده اوجا میگفتم ده حق و خیر و امت و مردم و جامعه و خانواده تمام میشد. اون مسئله جداگانه سو بیخی استثناء است. سکوت ویژگی انسان‌های باوقار هست. سکوت ویژگی انسان‌هایی که دروناً سنگین باشه ویژگی اینی تو افراد است. دروناً سنگین باشه. سکوت ویژگی انسان‌هایی است که خودش، آبرویش، عزتش، دنیایش، آخرتش و آبرو و عزت طرف برش ارزش داره در اینجای سکوت میکنه. حرف زدن همیشه ما یک نفر از ما سوال میکنه واضح میگه که او احمد است، تو میپرسم میبینی که محمود از اون طرف صدا میکنه، برای چی کده خیرت است؟ سوال تو محمود هستی؟ نی خود تو احمد هستی؟ یا او محمود هستی؟ از همون کسی که سوال شده مو گپ بزنه. سکوت ویژگی اینی تو انسانهای خوب بود. زیادگویی مخاطب را خسته میکنه که زیاد گپ بزنم، طرف خسته میشه ازتون. زیادگویی یا زیاد حرف زدن متوجه ما باشون کمرا همیشه فعال است. زیاد حرف زدن عیبهایتان را به مردم معرفی میکنه، خطاهایتان را به مردم نمایان میکنه. ایره باید بفهمیم که اگر سخن از نقره باشه، سخن زدن سکوت میگه اصطلاح هست، ایره دانشمندا میگه. یعنی سکوت با ارزشتر از سخن زدن کرده. چهارمین موردی که رعایت بکنیم کمی زودتر پیش میریم که سوال جوابش ما شما نمانه، مراقبت و محافظت ای از اخلاق اجتماعی هست یا از اخلاقیات هست. مراقبت و محافظت ایره گفته میشه. قاری صاحب اشمت خودت موبایل داره نی؟ استادای دیگه هم موبایل داره. بعضی کسا کلانام شاید جو موبایل داشته باشه. بعضی اوقات دیدین میرین در گالری تصاویر موبایلتون یا در اون جایی که فولدر عکس‌ها هست یا به طور مثال فولدر فایل ها هست، فایل ها رو چک میکنین کدامش اضافه است، کدامش صحیح است، کدامش تاریخ تر شده است. امونایی که کارتون میه او رو میباشه در جایش. تصاویر اضافی رو حذف میکنه، تصاویر خراب حذف میکنن، فیلم های اضافی رو حذف میکنن. چرا که جا سیر دارید داخل موبایل دیده روان است که چی اضافی است. آخر روز که میشد یا شب در بستر که میخوابن یک سیر در زندگی روزتان کنن که چی چیزها در فولدر ما اضافی آمده، چی چیزها قابلیتی ازیر داره که باید حذفش کنم. کل زندگیتون رو یا کل روزتون رو یک مرور بکنین، خیلی چیزها اضافی رو پیدا میکنن. از اینا از الله متعال معذرت بخوایم برای فردای کار رو مرتکب نشیم. گپ مرفهمیده که چه گفتم؟ اینی رو مراقبت و محافظت میگه. سر خود رو مراقبه اینی رو گفتمش که سرت پایین میکنی، در حق در مورد خود از خدا میترسی. که من خود زیاد مردم نصیحت کردم، زیاد گپای خوب به مردم گفتم، یک لحظه با خود فکر کنم که من چه اشتباهاتی دارم. چرا مردم از من میرنجه؟ چرا مردم از من خفه میشه؟ چرا مردم از من بدش میاد؟ چرا دیگران در نزد مردم پسندیده هستن، محبوب هستن، مردم خوششان دارن، مردم یک روپی نقد نمیخره؟ با خود فکر کن. برای رسیدن به کمال، به موفقیت، برای رشد به یک جای ویژه‌ای که به عنوان یک نمونه و یک الگو تو معرفی میشه، سیر در اعمالت بکو که من چی میکنم. این که ما همیشه من پیشروی دیده دیگه گذشته رو نمیکنیم که من چی کردم، چی اشتباهات مرتکب شد، فردایت اصلاح کن. این سیر در سلوک گفته میشه. محافظت از کردار ای از انسانهای، از ویژگی انسانهایی هستند که واقعا میخوان صادقانه به کمال برسن. از همون خاطر دانشمندا یا بزرگا به فرزندایشان نصیحت میکردن، میگه در نماز که استاد شده دلت را حفظ کن. محافظت است. در نماز که استاد میشیم چی گپا رو چرت میزنیم؟ نه در نماز والا همین روزم یا آشپزی میشم چه قسم مزه داده میشه، کم ما خوب بخی سر نشم یا ربی. وجه میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین و چرت شکم گرفته ایره. در نماز میگه دلت را حفاظت کن. در خانه مردم چشمایت را حفاظت کن نشکی. تو دروازه کسی که تو بیا نور سیکو.
این از سنت پیامبر است. میگه دروازه را که در قلباب میکردین در کدام طرف دروازه ایستاد شوین؟ در یک طرف دروازه قرار بگین، رو بروی دروازه ایستادنش که چشما رو تو بگید که باشه کی دروازه رو باز میکنه. نه، در این طرف دروازه باز شو که داخل سرای مردم، داخل خانه مردم، چیزایی که مردم از شما پوت کردن او را نبینین. این از اخلاقیات است. و در وقتی که ما در خانه کسی داخل میشیم چشمای خود را حفاظت کنیم، در میان مردم میگه زبان خود را حفاظت بکنیم. اینی رو میگن محافظت و مراقبت. این همیشه یک کار را انجام بدیم. پنجم صفت یا ویژگی اخلاقی قناعت و بی‌نیازی است. یک خواهش ازتان دارم رفقای عزیز، این رو صادقانه براتون میگم، از همه عمق دل براتون میگم. اگر کس در داخل جیب خود دست داخل کرد فکر نکنه که به ما چیزی میده. گپ گرفتین؟ نه امیدی از این داشته باشین کس امرای ما کمک کنه. بله تقاضای همکاری در یک جای یک موقف قرار میگیره که سختی بالاش میه، این از خصلت انسان‌های نیکو است که دست کس را میگیره. ولی اگر ما انسان طامع باشیم، طمع کننده باشیم که همیشه در جیب مردم چشم بدوزیم که والا کی مرا چی خواب داد، خیلی خطرناک است. به داشته های زندگیتان شما خوش باشین. در زندگیتان شما خیلی چیزا دارین، ندارین؟ در چوکی نرم هر کس نشسته نمیتونه، فقط شما می نشینید. خیلی مردم آرزو داره که دمی چوکی که شما امی لحظه نشستگی هستین اونا بنشینن، ولی فرصت نداره. این شکر است. از این داشته اید شکر بکش. همین جایی که شما درس میخوانن خیلی کسا بروزانه به 10 نفر به هفته ها برای ما پیام میگذاره که در نمی جایی که ما ثبت نام شم، میگم نه جای ثبت نام شما نیست. برای ما پیام میگه اینجا یک نفر این ویژگی رو پیدا کرده میتونه مثل شما که در اینجا باید درس بخونه. گپ گرفتن؟ خیلی مردم چیزا رو نداره. حالا در روی بازار اشغال جمع میکنن، ندیدین؟ بوت رنگ میکنن، ندیدین؟ دیدین یا نه؟ شما چی ویژگی داشتید که الله متعال شما را انتخاب کرد که بین در اینجا در حفظ قرآن، علوم دینی، علوم عصری و چیزای خوب بیاموزین و کل مردم 10-12 نفر 20 نفر در خدمت شما باشه؟ در کجای پیشانیت نوشته است که تو خوب آدم هستی؟ از این داشته های زندگیتون شکر بکشین. از این بالاتر فکر نکنید که والا فلان نفر باید مرا در خدمت ما باشه فلان. نه. ما فقط نیازمند یک ذات باید باشیم که او کی است؟ الله. انسان با کسی چیزی کرده نمیتونه که خدا نخواه. و آخرین موضوعی که من میخوایم بیان بکنم از اخلاقیات خیلی مهم، همنشینی با اهل علم. بعضی اوقات بعضی رفقایی که اهل علم باشه، علما، دانشمندا یا کسایی که استادا هستن، با اونا مجالست، همنشینی و رفاقت کنه، به خاطر از اینکه نوری از حکمت ها در درون دل اونها هست و شما از این نورانیت انتقال میکنه. مثال در خانه همسایت اگر برق روشن باشه، خانه تو برق نداشته باشه، چراغ نداشته باشه، از روشنیش مستفید میشی. با رفقای خوب گشت و گام داشته باشن، گشت و گذار داشته باشن. اگر ما در تاریکی قرار داشته باشیم، اونا ما را به سوی روشنایی سوق میده. بودن با اهل علم، در کنار اهل علم، میفهمین چه قسم است؟ به مثابه اونمو زمین های میمانه که خشک شده و توسط باران او زمین ها زنده میشن. دلهای مرده، انسانهایی که خشک شده، یعنی هیچ حرکت و فعالیتی درشان نیست، با انسانهای اهل علم گشت و گام داشته باشن، گشت و گذار داشته باشن، اینا هم زنده میشن. تو رو که زو رنگ میگیری، میگه با ما نشینی ما شوی، میگه چی بود؟ با دیگ نشینی سیاه شوی.